Ayo Parrish, this shit high, boy. خب دوستان اومدیم ببینیم که چجوری میتونیم ما پنل رو بزنیم. ببینید از اول اصلا شما بلوتوث رو باز میکنید. مهم نیستش که چه ورژنی باشه بلوتوث، فقط مهم اینه که NC باشه. حالا برای بعضی توی پیش 64 کار میکنه، برای بعضی ولی نمیکنه. حالا پیش 64 بهتره چون FPS بالاتری میگیره. ولی خب در کل اگر براتون کار کرد رو پیش 64 برید بهتره، فرقی نمیکنه. برای من خودش کار نکنه رو NC. باشه میرید توی ستینگ شبیه سازتون اول از همه اینجا نوشته ادوانس. شما ادوانس رو که میاید نوشته اندروید دیباگ بریج. یه بقیه‌اش هم توی پرانتز نوشته ADB. این باید حتما روشن بشه. اینا که روشن کردید شبیه ساز رو ریستارتش کنید. حالا میریم داخل فری فایر. او آقا اینجا باید بچه چیکار کنیم؟ اینجا شما این فایل پنل بچه rsxclica.raw شما اینو میگیرید یک کلیک راست میکنید روش، اینجا نوشته اکستراکت، اینو میزنید یه همچین فایلی بهتون نشون داده میشه. اینو شما رو ناس ادمینستراتور که میکنید این پنل بالا میاد. اینجا یک مود منو رو شما میزنید و یه همچین صفحه براتون میاد بالا. یوزر پسوردی که اما خریدید شما وارد میکنید. مثلا برای من یوزر پسوردم اینم پس. خب ما لاگین شدیم. بچه ببینید اینجا کانکت تو سرور رو میزنیم. این زرده، این وقتی که سبز بشه یعنی اینکه همه چی رواله. اگر قرمز شد که یعنی باید شبیه سازتون رو عوض بکنید یا اشتباهی حرکتی زدین و اینجوری داستان. ولی خب طبق ویدیو بریم سبز میشه. بس همین این الان سبز شده آقا. بچه ببینید ترن آف ساوند، مثلا شما اگه میخواید خیلی هایت پلی بدید و کسی نفهمید که شما چیتید اینو میتونید بزنید که اصلا پنل ازش صدا دیگه در نمیاد. استریم مودش هم که دیگه همتون بهش آشنایید. من بزنم حالا ببینید جلوتر بهتون نشون میدم. بعد اینجا هم هاید کردنه که ما الان می‌خوایم مثلا هایدش کنیم. من میذارم روی دکمه D7 حالا من راحت‌ترم، شما هر دکمه که دوست داشتید. حالا ما میایم بچه اول از همین داخل ترینینگ رو استارت می‌کنیم. وایس این نت قویه. خب اومدیم داخل ترینینگ. بچه ببینید با همون دکمه‌ای که هاید کردیم پنل رو همون رو می‌زنید دوباره پنل بالا میاد. دو تا گزینه داریم. این بات منو و ESP منو. بچه این بات منو رو می‌زنید نمیشه این بات نوری کویل ایگنور ناک ESP فوف سیرکل. این هم یه سری خطاست که بهتون میگم. بچه‌ها شما اول اصلا این بات رو میزنید. خب الان این باتتون فعاله. برای قوی ترین این باتی که فکرشو بکنید که توی فری فایر وجود داره باید دو تا کار بکنید. سه تا کار. اینو میبرید تاتا، اینو میبرید تاتا، اینو میبرید تاتا. ببینید بچه‌ها الان این قوی ترین این بات ممکنه. الان بچه‌ها میخواید اینو مثلا از صفحه بره که موقع پلی دادن اذیت نشید یه دونه دوباره میذارید رو این بات منو، اون منو بسته میشه، یه دیگه هفت میذارید اینم بسته میشه. خیلی ساده. میاد اینجا تابو میزنیم و اینا اوکی کنیم و خب آقا بریم ببینیم که واقعا حالا جدی قوی ترین این باته. بچه بریم همین نوری کویل رو نزدم. نوری کویل رو بزنید خب از این 100 درصد قوی تر هم میشه. حالا با این حال میبینید که یه قوی ترین این بات ممکنه دیگه واقعا. نگاه کنید دیگه من بعید میدونم از این شما قوی تر بتونید اصلا پیدا بکنید، نه توی ایران، توی همه جا. ESP منو ببینید بچه اینا انواع آنتنه، مثل ESP لاین، مثل ESP لاین از سمت پایین، مثل ESP باکس، مثل ESP کورنر، نه دیگه ESP باکس فیل، ESP نیم، مثل بازیکن بازش نشون میده ESP هلس. اینو مثلا شما دمیج بازیکنی که بروتر نشون میده. ESP اسکلتون، این اسکلتون. ESP وکونگ، این وکونگ تو وکونگ هم بهتون نشون میده طرفو. ESP فیکس هم که چیز خاصی نیستش نیاز نداره. این از این. خب این از تمامی آنتنامون که کار میکرد. حالا بعد شما میخواد ببینیم که مثلا اینا رو توی چیز بریم نیم و هلس هم میزنیم. ببینید بچه‌ها اصلا شما رو دارید کاستوم پلی میدید، میگه آقا توی دیسکورد میگه لایو بذار. لایو گذاشتن چجوری میشه؟ الان شما آنتن رو نمیبینید چون من استریم مود پنل رو روشن کردم، شما حتی پنل هم نمیبینید. خب الان من دوباره استریم مود آف میکنم و شما هر دوی اونا رو میتونید ببینید.